ما به وطن خود خدمت میکنیم. شهر کابل پاک میکنیم، ما خدمتگار وطن هستیم، پاک میکنیم. از این منطقه پاک، کلوجوی منطقه پاک است. اگر رقمی که ما چیزا خوردن از موتر در مویبر جای سرک پرته چه خبر است؟ همون که چیزا که میخورند که دولگک‌های کثافات‌دانی پرته. خب هیچ کس امرایتان همکاری نمیکنه؟ نه ولی همکاری کی بکنه؟ هیچ شهروند با امرایتان همکاری نمیکنه. والا میسایه مکرویان خیلی منظم است. می مردم همش که میسره میشاروالی خیلی و چیز میکنه، کمک میکنه. میگه این دلیلش این نیست که پاک باشه خود ما خوب معلوم میشیم. اگر چتل باشه شهر ما چتل خود ما چتل معلوم میشه. دلیلی از این نیست که مردم هم کار از شهروالی هم خوب کار میکنه. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر کجایی از دنیا که هستین صحت سلامت باشین. صحتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. عزیزان امروز ما در مکرویان شهر کابل هستیم. شما در جریان برنامه مشاهده خواهد کردین که چه تغییراتی در مکرویان شهر کابل ایجاد شده و اینجا ما میبینیم که بیشتر هموطنای ما بسیار به گونه منظم کاروبار خود به پیش میبرند و خیلی از لحاظ نظافت اینجا پاک شده و در مورد ای که چقدر اینجا پاک شده و یک ساحه بسیار پاک و منظمه به خود اختیار کرده، بیشتر ما با هموطنای عزیز خود صحبتایی می داشته باشیم. شما بیننده برنامه باشید و برنامه را تعقیب کنید. هموطنان نازنین، در مورد صفایی شهر در کنار ما یکی از برادرایی هستند که بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام، وقت خودتان بخیر، خوب هستم. شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشی. اسمتان؟ اسم من رومان. خب برادر، این ساحه مکرویان که می بینیم بسیار منظم است. علت از همین چیز به نظر خودت؟ والا میسایه مکرویان خیلی منظم است. می مردم همش که میسره میشاروالی خیلی و چیز میکنه، کمک میکنه، میگن شهر پاک کنین. خب خودت به عنوان یک شهروند با کسایی که نظم و دیسیپلین شهری را مد نظر نمیگیرن میخوایم نظر خودت داشته باشیم. والا نظر خاص خود نداریم. نظر ما اینمی است که باید دیگه خودشان جلب و جذب کنن، توجه خود از بالای شهر توجه کنن که باید شهر ما پاک شوه، خوبش باشه. اما کسایی که توجه نمیکنن میخوایم گفتنی تا به اونا داشته باشیم. والا دیگه اول خداوند هدایتشان کنن، قابل هدایت نیستن دیگه خدا نیست نابود بگردانشان. خب در رابطه با این که ساحه مکرویان بسیار پاک است و اینجا فرهنگ شهری را نشان میده که بهتر و خوبتر شده نسبت به سایر نقاط کابل، دیگه کسایی که رعایت نمیکنن و نظم شهری را مد نظر نمیگیرن اگر پیام مشخصتر داشته باشی. پیام مشخص خدا خود گفتیم برشان، دیگه پیام مشخص خاص نداریم. یعنی نظم مد نظر بگیرن، وضع مد نظر بگیرن دیگه که میشار از کل ما و شماست که باید پاک باشه. سلامت باشی، زنده باشی، اوقاتت خوش. زنده باشی، وقت خودتان. سلام بیادر، وقتت بخیر، خسته نباشی. اسمتان؟ سجاودین. خب شما باشنده مکرویان هستین؟ نه، مکرویان 4 بلاک 20. خب ما که میبینیم امی ساحه مکرویان بسیار پاک شده. امی دلیل امی چی است؟ این دلیلش این نیست که پاک باشه خود ما خوب معلوم میشیم. اگر چتل باشه شهر ما چتل خود ما چتل معلوم میشیم. هر چی که پاکوری باشه بر ما خوبتره که مردم وطن ما
آرامی باشه، هر چیز باشه برای وطن ما خدمت باشه خوبتره. که پاک یک چیز چطوری دیدن در کثافاتدانی پرتن. اگر رقمی که ما چیز خوردن از موتر در مویبن روی سرک پرتا چه بد است. همون را که چیزا که میخورند که دولگک‌های کثافاتدانی پرتن. اگر چتل مردار مانند کل مردم بد معلوم میشه. وطن ما، شهر ما، هر از مردم از خارج میاد دیگه میگه والا شهر از چه کثیف است. ولی یک مملکت دیگه که میرسه که شهرش چه پاک است. بعد ما باید هم تو پاک باشه نه. اگر سیگرت میزنن یا چاق است یا سیگرت است یا کیله است یا سیب است که میخورن امروز در پلاستیکش پرتن در کثافاتدانی نه کثافاتدانیش پرتن نه در روی سرک که بخورن در روی سرک خلاص کنه برن. برادر عزیز، یک تعداد از هموطنان عزیز ما هستند که امی موضوعاتی را که شما یاد کردین مد نظر نمیگیرن، یعنی نمی کثافات در جای نامناسب مندازن و شهر خود کثیف میسازن. پیامتان میخوایم به اونا داشته باشیم. نمیره پیام و نمیست که ما چیزا که چتلی خود که مثلا سیب میخورن یا سیگرت میدن یا دیگه میدن همون چیزا که چیز موتر خود که میمونن با کثافاتدانی دیدن کثافاتدانی پرتن. اگر در روی سرک پرتن مردم بد معلوم میشه دیگه میشه مردم یک پوست کیله در زیر پای یک سیاسر میگرن بس مفته. یعنی ما خود ما چندین دفعه روی سرک مفته ما خود ما جمع در دوله کثافاتدانی ما دادیم. یعنی شوق میشه ما خود ما که میریم از اینجا جای ما اونموز پاک میکنیم، جای کراچای خود پاک میشویم در کثافاتدانی میندازیم جارو میکنیم میریم سن خانه خان. چطور از باز همکاری شهروندان را شما چگونه میبینین؟ آیا همکار هستند مثل خودت یا خیر؟ بله یا یعنی میال شهروالی تا این پیشتر هم پاککاری میکنن، جارو میکنن، مسکینا پاک دیگه میای روی سرک کاغذ مفته دیگه مثلا مسکینا جمع میکنن. اگر امور در دوله کثافات پر چرا و بزامت شوند؟ چرا جوی سرک مبان شوند؟ یعنی مال امروز خوب تر است. اگر جوی سرک مال میدی که آوازش تا اینجا دن بود. یعنی می مسکینا در این باران برف کوشش میکنن که پاککاری میکنن. نمیره برف دیگه در برف هم که جارو میکنن چیزا من دادن سیگرت سلامت باشی، بیادر زنده باشی، اوقاتت خوش. امیدوار هستیم که همه هموطنان ما مثل خودت یک حس همکاری داشته باشن با مسئولین تا همون شهر ما، خانه ما پاک و صفا باشه. خیری بینی. بخیر باشی، اوقاتت خوش. شما هم خوش. سلام کاکا، خسته نباشی. اسمتان؟ اسم غلام حسین. کاکا جان، چند سال میشه که در شهروالی خودت کار میکنی؟ من در شهروالی 9 سال میشه که در شهروالی هستم. سال دوم است. خب 10 سال میشه کار میکنی؟ سال دوم است. خب بسیار خوب. امی چطور است همکاری هموطنای ما در قسمت پاککاری شهر امروز خودتان؟ پاککاری میکنیم، انجام میدیم، پاککاری را انجام میدیم، پاک میکنیم، خود شهر خدمت میکنیم، به وطن خود ما به وطن خود خدمت میکنیم. شهر کابل پاک میکنیم، ما خدمتگار وطن هستیم، پاک میکنیم. از سه منطقه پاک، کل جوی منطقه پاک است، کل سرده است. دیگه شهروالی انجام میدن، نهایت دیگه در جریان هم پاککاری است. بخیر. یک تعداد از هموطنان عزیز ما خداوند انصاف بتشان که همین چیزایی که میخورند در کنار جاده مندازند در یک جاهای نامناسب. خودت به اونا چی گفتنی داری؟ میخوایم پیامت داشته باشی؟ گفتنی داریم که میگویم میشون بیادر که نکنید دیگه کار نکنید دیگه آدم دیگه قیم مردم چی بگوید دیگه. فهمیدی؟ میگویم میشون که بیادر در سرک نه اندازی جمعش کنید، در یک دوله ببرید، در یک دوله اونجا دوله است، دوله اونجا زیاد است، در دوله میگم پرت این مردم دیگه اصلاح نمیشه دیگه. چی کنیم میشون دیگه ما؟ خب هیچ کس امروزتان همکاری نمیکنه؟ نه ولی همکاری کی بکنه؟ هیچ شهروند با امروزتان همکاری نمیکنه. همکاری میکنن، همکاری تو زین نمیکنن. اونجا دوله کلان دوله داریم، در دوله کلان ببرن، در دوله کلان بعدن نمیکنن، میان در مابین جوی میان در سرک کود میکنن. شهروالی بیچاره میاد از پیش دکانشون میورداره. خودت روزانه چند ساعت کار میکنی؟ من دیگه از ساعت چه هفتونیم میم تا ساعت 3:30 دیگر کار میکنم. با میرم مازیری امضا میکنه میرم خانه. خب یک تعداد پیامت هم میخوایم با اوی از هموطنا داشته باشیم که نظم و دیسیپلین شهری را مد نظر نمیگیرن. خودت چی گفتنی داری با اونا؟ ما میگم شهر کابل پاک باشن، چی کنن پاک کنن، همینجا بیادر بمانزم باشن، ما چی باشیم که پاک کنن، پاک باشن، شهر ما پاک باشن، ما خوشحال میشیم، خوش میشیم. میگم شهر ما پاک است، نام خدا مقبول، همین شهر ما پاک باشه. بخیر سلامت باشی، زحماتتان قابل قدر است. بخیر باشی کاکا جان، سلامت باشی. اوقاتت خوش.
سلام کاکا جان، وقتت بخیر. خوب هستی؟ شکر سلامت باشی، خیر ببینی. اسمتان؟ اسم من عبدالمتبر. خب کاکا چی کار میکنی خانم؟ یعنی پیاز کچالو میشیزم میپوش. در می ساحه مکرویان که ما مشاهده کردیم بسیار امی ساحه پاک است. دلیل امی چیز کاکا جان؟ دلیلی از این نیست که مردم هم کار است، شهرواری هم خوب کار میکنه. یعنی جای چوکیدار که از سبتا مانده، هر کس گفته یعنی بسته کرده بعد چی خود و گفته که شما هر چیز باید در زمین نپرته، در دی سبتا پرته. کاکا جان، امی یک تعداد از هموطنای ما هستند که امی موضوعات مد نظر نمیگیرن، مثلا کثافات خود در جای نامناسب بندازن. گفتنی خودت با اویده از هموطنا چیست؟ گفتنی ما این نیست که باید در جای صحیح پرته. یه تو است که وطن پاک باشه. نظافت دین ایمان پاکی است از ما شما. با جایا را باید ببینه هر چیز پرته. اگه هر جای پرته ما خود ما بالا میکنیم، نمیجا کراچی ما نمی کل مردم جارو میکنیم، صبح خود ما میکنیم، شهروالی ها میکنه. او باید این مردم میتونه که پاکی را باید نظافت ایمان است، خودشان پاک کنه، هر چیز در جای خود پرته. خب خودت چند سال میشه که در میسا کار میکنی و چه تفاوت میبینی که در سابق مردم همکار بود یا حالا فرهنگ شهری بالا رفته بیشتر هموطن همکاری میکنن در قسمت پاکی و صفایی اینجا؟ سابق ویتو بود که سابق دولت دیگه که بود نفرا را میدوانه کرچوان میموند، هر چیزش چپه میکرد، هر چیز اوی امارت که آمده یا مردم چیزی نمیگه، یه چیز نمیگه، کارشان خوب است او با حوصله است، کسی را چیز گفته نمیتونه. او زورواکی هم نیست که مردم زور میکرد هر چیز میکرد، نه، حالی خدا زورواکا را شکستانده. حالی اسلامی امارت یه زورواک نمیمونه که مردم غریب چیز بگوید. خب یعنی تمام وطندارای ما در قسمت پاکی و نظافت همکار هستند. همکار هستند. ها بخیر. بخیر باشی، زنده و سلامت باشی، اوقاتت خوش. سلامت باشی. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه مشاهده کردین که منطقه مکرویان بسیار پاک شده و بیشتر هموطنان ما در قسمت پاکی و صفایی اینجا بسیار همکار هستند. با امید از اینکه همه هموطنان عزیز ما در قسمت پاکی و صفایی شهر کابل سهم بگیرند تا باشد که شهر ما بسیار پاک و منظم باشد. و هموطنان عزیز، برای دیدن بیشتر برنامه‌های ما چینل یوتیوب سیلک رود تایم را لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین تا ما با شما بهترین برنامه‌ها را به علاقه شما خوبان تهیه و ترتیب کنیم. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار.